با سلام دوستان عزیز، این بار اومدیم با یک دوئل متفاوت با اکانت گاد کال آف دیوتی. درسته لولش پایینه ولی پلیر خوبیه. لطفا چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو بزنید که هر وقت تولید متوجه کردید سری واسه شما بیاد. و خب این لایک هم قرمز کنید. بچه دوئل شروع میشه الان. به 10 نفر اولی که ما رو سابسکرایب کنن شارژ هدیه میدیم. خب اینجا دوئل شروع شده. من گوشی پلیرم، آیپد پلیر نیستم. اینجا یه چیزی خوشگلی گرفتم. بچه لطفا ما رو حمایت کنید. خب داشتی میگفت اینجا گانشو برداشتم. گانش چی توپی بود. گانشو برداشتم. اینجا که گانشو برداشتم پیداش نکردم. اینجا دو تا دور مپ رو گشتیم پیداش نکردیم. نگاه کنید اینجا الان فکر کنم ردیاب میزنم. ردیاب زد اومد تو رو شانسی زدم قلبم ایستاد. اولین دوئلمون که گذاشتیم داخل چنل اولین دوئل باختم ولی 0-0 خودم اینجا نخوردش ولی اینجا جار به اون دیگه خورد. آره ولی کنم تو این که باش بازی کردم اینطور بازی نمی‌کرد با من. چاریچ الان ازش جلو هم. اینجا بسم میخوره بود. Hunter killer drone deployed. او اینجا دیسابیلیتی نبود، میخواست ما رو فیل کنه. نگاه کنید آخرش رو نگاه کنید ببینید چی میشه. این که من باش بازی کردم اینطور بازیش نبوده. نمیدونم چی شد. یه دوئل دیگه هم باش میگیرم بهش میگم 0-100 خودش رو بذاره. ولی آخر بازی هم اومد باز ولی انگار نتش خراب شد ترک داد. جلوش اینجا بودش. نگاه کنید چی شد. نگاه کنید اینجا نگاه کنید داشته درام نشست میکرد که فکر 3 تا زدم نخورد. 2 تا دیگه زدم ولی اسنایپ عروسکی داشت. واسه من چیز نبود، واسه من دانلودش نکرده بودم. اینجا دیگه کرده باشه تا دیگه بعدی با